خانه های ازی که همیشه 6 ضلعی است، آنقدر دقیق کنجایش می باشه و لشم که ادنا خالیگاه دو دیده نمیشه که یک مهندس انجینری ورزیده نخواد به او سیستم چی خانه 6 ضلعی را جور کرده بتانه. باز الله متعال چی الهامی برش کرده، چی انتظامی برش کرده که یک لشکر است زیر یک فرمان چیست چی روان هستن، زندگی میکنه. من که پیشتر براتون گفتم که یا یک نفری بیکار نداره، یک نفر یکی خو بیکار نداره. دوم کدام فردی عزیز زنبورا اگر شیری یک گل بدبوره یا مریضه یا چیست خراب چشیده باشه که میای سر از او زده میشه. چرا؟ قانون قصاص و خیلی عمل میکنه، ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب. مفسد قطعا نمیمانه که سبب فسادی داخل شود. یکی خو انتظام وظیفه دادگی است. یک قسم زنبورای داره که وا فقط میره میگرده، گلا را چیست شناسایی میکنه، در مختلف جاها میره، باز پس که میاد گل نشانی میکنه جایشه و راه ها را چی میکنه. حتی در بعضی چی میاد که یک نوع بوی پاش میده که پس به اونمو را. از امو خاطر است که زنبوری عسل بسیار کم باشه که لانه خدا گم بکنه. چرا که الله متعال اینی الهام برش کرده. اول موضوعش چیست؟ موضوع خانه سازی است. خانه های از یاره که شما فکر بکنید در جای جور میکنه که انسان دسترسی به او نداشته باشه، بسیار بالا بلند باشه. در قاده ها، در قاده در قاده نمیکنه، در قاده که امکان داره که در اونجا چی میچسبه چیزایش. همین قسم در درخت های خیلی بزرگ شما میبینید که چقدر دور یا بری خود لانه میسازه. اول امر الله متعال این کرده که شما خانه به خود بسازی. چرا؟ تا که مرکز نباشه انسان هیچ کار نمیتونه. اول چیز مرکز سازی است. از همون خاطر یک تعداد دوستای ما میگن من زن میگیرم. خانه داری؟ نه. عجیب است تو زن میگیری خانه نداری. مولای ها همینطور است. یک تعداد مولای دعوای زن نداری، اونجا خانه نداری، اسباب نداری. عجیب است. نه، اول مرکز جور کو، بعد از اون تدریس میکنه مولوی صاحب. خب کجا میکنی تدریس؟ تدریس میکنم. مرکز داری؟ نه. چی رقم تدریس میکنی؟ مرکز جور کردن امر اساسی است. از اون خاطر تا که مرکزیت نباشه هیچ کار نمیشه. این مسجد مرکز شد الحمدلله. این چندین سال است که درس قرآن در اینجا میشه. چقدر فواید الحمدلله از قرآن گرفته تانستیم. مرکز بود. وگرنه ما گرد میگشتیم برای ترجمه قرآن کریم کسی برای ما مسجد نداده. نه مسجد نمیده. مرکزها خیلی زیاد است، مساجد خیلی زیاد است، اما چی از پیش کار گرفته میشه؟ برای شما باور بر الله بکنید بجز است دعوت شرک دیگه کار نیست. اونطور مرکزام است. یک. دوم چیزی که برش گفته الله متعال که بعد از چی است؟ خانه جور کردن. ثم کلی من کل الثمرات گرفته. انسان حرکت کنه، انسان در تلاش باشه، در جستجو باشه، کار و روزگار خود برابر بکنه. به الله قسم که امکانات مادی نداشته باشی خدمت دینم نمیتونی، نه جهاد میتونی، نه دعوت میتونی، نه عبادت میتونی. عبادت هم نمیتونی. چطور یک اتاق علایده به خود داشته باشی یا بیگرمان باشه، ساعتی بیدار کنندم داشته باشی که تو را بیدار کنه در 3 بجه در تهجد بخیزی، در جایی باشی که کلگی یکی با دیگه افتاده است، حتی جای وضو نداره، جای نماز دو پیدا نمیشه. چطور تو میتونی عبادت الله را بکنی؟ امکانات امر ضروری است. اگر ضروری نمی بود الله متعال همه چیزا را پیدا نمیکرد. پیغمبر علیه السلام در مکه بود، در مدینه، اما کدام رشدی که در مدینه کرد در مکه نمیتونست. چرا؟ مرکز نداشت. مرکز نداشت. وقتی در مدینه رفت مرکز پیدا شد. مرکزیت. برادرای موحد ما که در هر جای میگه مولوی صاحب در هر ولایت و ولسوالی و قریه خود است، اول مرکز به خود بسازی و مرکز ملکیت خودتان باشه، در پیش کسی نه. خیر است در اتاق خود کار شروع کو، خود شروع کو، در دست کسی دیگری نباشه. خواهرایی که حلقه جور میکنه، برادرایی که حلقه برای درس خود جور میکنه، کوشش کنه که تو جای انتخاب بکنه که زود تو را نکشه. مرکز برای خود جور بکن. تو خدمت دین همو وقت میتونی که بله این مرکز چی رقم جور میشه؟ در بین خواهرها پیدا میشه. درسی تا شروع که یک روز در خانه خود یک اتاق درس بگو، در بین به خواهرها بگو که ما چون فامیل اینی قدر است این اتاق گنجایشش نداره، کدامتون
خانه کلانتر داره، دعوت برش بده. الحمدلله خواهرای متدین پیدا میشه، یکی برات میگه بیا تاکوی کلان داریم خانه ما، باز بعد از او القیت در اونجا ببر. ابتدا از اینجا شروع کن. ما فعلا در اینجا که در کابل فعلا هستیم مرکزی قوی نداریم، خود ما فاقد مرکز هستیم. مدرسه که در یک سال در 12 ماه درسای حدیث پروگرامش داشته باشه نداریم، لیلیه نداریم، معهد نداریم. از ما درسای چی هسته؟ بگوی موقتی و در مقطع زمانی پیش میشه، صرف به خاطر روشن کردن ذهن مردم، به خاطر صحت عقیده. دیگه برنامه بنیادی نداریم که ما یقینا شاگردا را چی بدیم؟ فارغ کنیم از مدرسه خود، برای از وقت تعلیم داده شود. خود صددش هستیم، شما هم دعا کنیم، هم دعا میکنیم ان شاء الله که روزی باشه که مرکزی قوی باشه ان شاء الله، که در اونجا درس قرآن 12 ماه جریان داشته باشه، درس حدیث 12 ماه، همه مسائل. و از اونجا ما برادرها و خواهرای را در ملت خود تقدیم کنیم که یقینا خدمت بتانه. این امید داریم ان شاء الله، در تلاش هستیم. افسوسی است که مردم ها میگه عرب کلش نوش کرد، او بدبختا دامنکشالا برای ما یک کتاب نمیده که ما یک مرکز برای خود جور بکنیم. همیشه محتاج دیگر هستیم. خوب است هم خوب است که او میگه از عرب میخوره، خود است که از چیست از امریکا نمیگیره. خوب است. دوم چیزی که هست محنت به انسان در کار است. کار روزگار. من میگم که الله امر میکنه ثم کلی، باز بخوری از هر جا آورده بیاری، از کل ثمرات بگرده، تلاش بکنه، گلهای متنوع را پیدا بکنه، از او استفاده بکنه. ما و شما اگر نمی قسم تلاش نکنه هیچ کار نمیتونیم. دوستای ما یک تعداد خو وهم فرا گرفته شد، بعضی فتواها را یاد گرفته، اینجا کار حرام، اینجا کار حرام، اینجا حرام، اینجا حرام. آخر در کجا میری؟ کدام طرف میشی؟ در دنیا که قدم میزنی. این حدیث از پیغمبر علیه السلام میگه روز فرا برسه که یا کسی خود مستقیم سودخور باشه یا بخاری سود برش میرسه خامخا. این گپا هسته، یا مدنیسته. اما ما تلاش کنیم خود ما اتحاد کنیم، تعامل کنیم، بیشینیم 5-6 نفر یک جا شویم، یک دکانکی خورده جور بکنیم، خیر است، پشتی حلال بگردیم، یک کرسی خوب بسازیم. از مردم گله دار اینطور است، خودی ما هیچ نمی کنیم، خیر است. 10 نفر اگر امکانات مالی نداره، امکانات معنوی خود داره، تدریس خود کده میتونه، درس خود داده میتونه. 5 دانه معلم هستی، یک نفری مالدار قطعی خود شریک کنی، بگو بیا یک دانه کورس میسازیم، یک مکتبی اطفال میسازیم، پیش بری. اگر همی تو را الا میگرده از یه چیز نمیشه. خواد که پدر و مادرم خفه کردی، جهادم نتونستی، بگوی خودی تانم بوج بالای دیگرها میشه. آخر از همه چیز عقیده تکفیری را پیدا میکنی، تاپی کفر سری مردم زده برو، خیر و خلاص، دیگه چیز باقی نمیمانه. نکو. من با دلسوزی برات میگم که او جوان تلاش بکو 50 را پر تو پیدا کو که یک صندوق خیر بریزون. تلاش بکو، خود بیکار نگذار. چرا الله متعال زنبورا را میگه ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک، در راههای پروردگارت برو. الله متعال امی زنبورا را میگه که در راهی که الله برات تعیین کرده دمو را برو، راه دیگری را انتخاب نکن. از امو خاطر است که زنبوری عسل گاهی هم راه دیگر انتخاب نمیکنه بجز از راه خود. او راه ها را الله برش رام کرده، خلاص خطا نمیکنه. بعد از او یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. این عسلی طور نیست که امو چی است چشکدگی شیری کدام گل و بوته است امو را در دهن گرفت زنبور میای عسل جور میکنه. نه، این گپ صحیح نیست. قرآن کریم میگه یخرج من بطونها، از شکم زنبورا میبراید. او شیره را او خوراک کرده، او قدرت الله متعال است خوراک خودی شخصیش به 1-2 گل بالکل سیر میشه، 3 گل دیگه گلا را یا میگیره در درون وجودی از اینوی زنبور الله متعال کارخانه عسل چی کرده؟ جور کرده. و بعد از او عسل بیرون میشه. اینطور چیزی نوشیدنی مختلف الوانه که رنگایش مختلف است. چی فایده داره؟ فیه شفاء للناس، بر علاوه خوراک. الله متعال عجیب خاصیت ها را به عسل داده. طب جدید ثابت کرده که نه تنها
از 30 مرض بالا را به ذمه‌واری که یا تجربه کرده عسل دوایش ذکر کرده که عسل دوایش است. به دماغ، به تمام مرضایی که انسان فکر میکنه قدرت الله متعال است. عسل الله شفا مقرر کرده. عسل چیزی است که سالا بمانه، خراب نمیشه. از امو خاطر اکثر در دواها چی میکنه؟ عسل یک جا میکنه، به خاطر که خاصیت خود تغییر نده. امو خاصیتی که از گل گرفته کدام خاصیت که بوده و نمودش موجود است. و اینجا الله متعال میگه شفاء للناس، این شفا برای مخلوق است. کل مخلوق الله متعال از این استفاده میکنه. پس تو انسان چقدر قابل قدر بودی که یک لشکر بزرگ در خدمت توست و چیزی را جور میکنه که او برای تو شفا هم است. خیر تو چطور میکنی؟ تو چی کار باید بکنی؟ تو باید شکرگزاری نعمت بزرگ الله را بکنی. مخلوق الله در خدمت تو. معلوم شد که پیش انعام هم بر گفت آسمان و زمین خود در خدمت تو است، باران در خدمت تو است، ابر در خدمت تو است، فضا هوا در خدمت تو است که طیارات میگرده، بحر در خدمت تو بود که کشتی ها میگشت و از پیش انواع چی گوشتای تر و تازه و زیورات میکشیدی. این میوه ها و گیاه ها و درخت ها کلش در خدمت تو، کو در خدمت تو، خو کلی از یا حیوانات در خدمت تو، حشرات در خدمت تو. ما این پشه و مگس نه فکر نمی کنیم که یا مضرترین چیز است، انتقال میکروبا را میکنه، اما تو خبر نداری که چقدر فایده ها داره. الله متعال ده چقدر فایده داره. تمام گندگی ها را یا چی میکنه؟ جمع کرده رایسته. تو این را نمیفهمی. الله متعال ده هیچ چیزی نیست که ده مصلحت انسان نباشه، اما تو نمیدانی. پس تو انسان در خدمتی کی و چه قسم مسئولیتی تا بشناسی. این فی ذلک یقینا در اینمی چی که ذکر شد لآیتا عبرت کامل است لقومی یتفکرون، برای قومی که فکر میکنه، قومی که تفکر داره، سوچ میکنه که من انسان در دنیا برای خوردن نوشیدن آمدم، خواب کردن، یعنی مسئولیت خطیر و بزرگ در پیشم است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.